اگه همه مراحل رو درست انجام بدی کانال توی کمتر از 6 روز از حالت فریز در میاد. خب بریم سراغ قدم اول، استفاده از صداهای ترند. اول از همه مثلا یه ویدیو انتخاب کن، بعد از اینکه روی گزینه دون زدی یه صفحه مثل این باز میشه، کافیه روی گزینه اد ساوند که بالا هست کلیک کنی. با این کار وارد صفحه میشه که پر از آهنگ و موزیکه، ولی ما باید فقط صداهای ترند رو انتخاب کنیم. ما باید آهنگی رو انتخاب کنیم که بیشترین تعداد شورت با اون ساخته شده باشه. برای انتخاب آهنگ روی اون آهنگ بزن، یه فلش ظاهر میشه، روش کلیک کن، بعد برو روی گزینه اسپیکر، صدای ویدیوی خودت رو بذار روی 100% و صدای آهنگ رو بذار روی 0. حالا سوال، آیا با این کار واقعا بازدید بیشتری میگیریم؟ جواب بله، چون وقتی از صداهای ترند استفاده میکنی ویدیوت شروع میکنه به رنگ گرفتن توی بخش اون صدا و حتی ممکنه کسی اون آهنگ رو سرچ کنه و ویدیوی تو هم توی نتایجش پیدا بشه. ولی این کار دو تا عیب هم داره. یک، ممکنه مجبور بشی بخشی از درآمد شورت هات رو به صاحب آهنگ بدی، اونم وقتی به درآمد رسید. اگه نرسیدی که خب اشکالی نداره. دو، اگه در آینده اون آهنگ از یوتیوب حذف بشه صدای ویدیو تو هم قطع میشه. پس کی باید از این روش استفاده کنیم؟ فقط وقتی که کانالت کاملا فریز شده و هیچ بازدیدی نمیگیری، یعنی بازدید صفر، دسترسی صفر. حالا از کجا بفهمی کانالت فریز شده؟ به دو تا چیز میتونی نگاه کنی. آیا شورت های اخیرت بازدید میگیرن یا نه؟ مثلا اگه اولین شورتت 1200 بازدید گرفته، دومی 2000، ولی بعد از اون هر چی آپلود کردی هیچ بازدیدی نگرفته، یعنی کانالت کاملا فریز شده. اما چرا این اتفاق میفته؟ دلیل زیادی داره. ویدیوها رو منظم آپلود نمی‌کنی، زمان و نحوه انتشار درست نیست، یا اینکه یوتیوب خودش گاهی الکی کانال رو فریز می‌کنه. تجربهشو داشت. و یه دلیل دیگه، شاید ویدیوهات موضوع جذابی ندارن. برای بهتر شدن باید روی ابتدای ویدیو کار کنی. ابتدای ویدیو مهمترین جای ویدیوست. مثلا افکت های صوتی قوی و هوک جذاب بذاری. فرض کن ویدیوهات به 100 نفر نشون داده میشه، 40 نفر در عرض 2 ثانیه ردش میکنن، یعنی کلا نمیبینن. 60 نفر کامل میبینن، یعنی بازدید 60 تاست ولی سویپ آپ حدود 40%. نسبت ایدئال حدود 70 تا 90% دیده شدن حساب میشه. دلیل دیگه ای که افت بازدید داری اینه که موضوع ویدیوها تقاضا ندارن. اگه ویدیوت بالای 100 تا 200 بازدید میگیره کانالت فریز نیست، فقط محتوا بی خاصیت. پس دنبال موضوعات ترند و پرتقاضا برو. از این کار میتونی از گوگل ترندز هم کمک بگیری. بریم سراغ نکته بعدی، تامنیل و لوگو. شورت ها هم تامنیل دارن. بعضیا فکر میکنن همه بازدید شورت ها از فیت میاد، ولی اشتباه. بخشی ازش از کلیک مستقیم میاد. اگه دیده باشی توی صفحه اول کلی شورت ویدیو هست که شما روش بعضی وقتا کلیک میکنید یا نمیکنید. برای گذاشتن تامنیل روی شورت وقتی داری آپلود میکنی روی آیکون مداد بزن و از بین فریم های ویدیو یکی رو انتخاب کن. همچنین لوگوی کانالت رو روی شورت بذار تا راحت‌تر شناسایی بشی. اگه میخوای بدونی چند تا شورت در روز یا ماه باید بذاری یا بهترین زمان پست کردنش چیه، توی کامنت ها بنویس شورت تا در موردش ویدیو بسازم. و حالا مهمترین بخش، چیزی که 99% احتمال داره کانال تو از فریز در بیاره. به 5 یا 6 تا از دوستات نیاز داری، هر چی بیشتر بهتر. حالا گوش کن، ویدیو تو بهشون نده، لینک نفرست، چون اشتراک لینک باعث میشه الگوریتم شناسایی کنه و فایده نداشته باشه. کاری که باید بکنی اینه، به 3 یا 4 نفر بگو اسم کانال تو سرچ کنن و آخرین شورت ها تو ببینن. به 2-3 نفرشون هم بگو از قسمت سابسکرایبرها و بقیه بگو عنوان شورتت رو سرچ کنن و ببینن. اگه این مراحل رو دقیق انجام بدی احتمال 99.9999% داره کانالت از فریز در میاد.